السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی جعفر رضی الله عنه در نزد پادشاه حبشه یعنی نجاشی سوره مریم را تلاوت کرد که قصه عیسی علیه السلام با مادرش مریم است، نجاشی گفت جعفر درست میگوید. فرماندهان نصرانی که با نجاشی بودند نگاهانی تند کردند و ناراضی بودند. نجاشی گفت اگرچه شما ناراضی هستید ولی سخن جعفر حق است. این نجاشی علم کتاب مقدس را داشت، عالم نصرانی بود و میدانست که حقیقت در کجاست. بین اهل حبشه اختلافی شد. از فرماندهانی که با نجاشی بودند و ناراضی بودند، آنها لشکری تشکیل کردند بر ضد نجاشی. پنهانی بود، یعنی پنهانی لشکر تشکیل کردند. جعفر رضی الله عنه فهمید که نجاشی خیلی به اسلام نزدیک است. خب پنهانی به نزد نجاشی می آمد و او را به اسلام دعوت میکرد تا اینکه مسلمان شد نجاشی. و جعفر با خود کمی از صحیفه های قرآن داشت، با خود می آورد و نجاشی را یعنی تعلیم میداد. نجاشی دید که بین اهل حبشه اختلاف شده است و بزرگان حبشه را به نزد خود خواند و یک صحیفه قرآن را در تگ بغل خود گذاشت، یعنی در تگ لباس ها در تگ بغل گذاشت، پنهان کرد صحیفه قرآن را. و از بزرگان حبشه پرسید چرا شما اختلاف میکنید؟ چی شده است شما را؟ آنها گفتند تو سخن جعفر را طرفداری کردی و آنچه کتاب های ما میگوید مخالف شده ای. ما میگوییم عیسی پسر الله است و تو میگویی سخن جعفر حق است. نجاشی رضی الله عنه دستش را در بالای صحیفه قرآن گذاشت، یعنی صحیفه قرآن در تگ لباسش بود، در بالای دلش بود. دستش را در بالای قرآن صحیفه قرآن گذاشت و گفت من هم با همین سخن هستم، یعنی با همین سخنی که الله میگوید هستم، و قسم یاد کرد. بزرگان حبشه آرام شدند ولی اکثر آنها شک داشتند که نجاشی با جعفر موافق است. یکی از بزرگان حبشه بر نجاشی جنگ را اعلان کرد، یعنی از همون بزرگانی که ناراضی بود با نجاشی جنگ را اعلان کرد. اکنون لشکر تشکیل کرده بود. نجاشی هم لشکر خود را تیار کرد و هر دو لشکر در نزد دریای جمع شدند برای جنگ. مسلمانان از طرف دیگر دریا این ماجرا را نظارت میکردند. در این جنگ اگر بر نجاشی پیروز شوند مسلمانان را از حبشه بیرون میکنند و یا به قریشی ها می سپارند. یکی از مسلمان ها گفت کی می تواند از دریا عبور کند و ببیند که در جنگ پیروز می شود؟ زبیر ابن العوام رضی الله عنه پسر عمه رسول خدا جوان بود، گفت من دریا را عبور میکنم و دریا را عبور کرد. وقتی نجاشی رضی الله عنه پیروز شد، زبیر ابن العوام خبر را به مسلمان ها آورد که نجاشی پیروز شده است. مسلمان ها هم بسیار هم خوشحال شدند. نجاشی رضی الله عنه حاکم حبشه ماند تا وقتی که وفات کرد. در مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت خود را یعنی پنهانی دوام میداد. در مدینه منوره باشد یهودی ها میگفتند پیغمبر مبعوث شده است، یعنی رسول خدا را میگفتند. اهل مدینه این سخن ها را میشنیدند اما نمیدانستند که این پیغمبر در مکه است. 6 نفری از اهل مدینه به مکه آمدند، برای زیارت برای حج آمدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی را که میدید به مکه میدراید به نزدش میرفت و دعوت میکرد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم 6 نفری از اهل مدینه را دید به نزدشان آمد و فرمود شما کی هستید و از کجا هستید؟
آنها گفتند ما از قبیله خزرج هستیم، از مدینه منوره. یعنی در آن وقت مدینه منوره نمی گفتند، یثرب نام داشت مدینه. رسول خدا فرمود شما با یهودی ها زندگی میکنید؟ گفتند بله. رسول خدا فرمود من میتوانم با شما کمی صحبت کنم؟ گفتند بله. رسول خدا آنها را به اسلام دعوت کرد، یعنی سخن کرد و در مورد اسلام آنها را فهمان و دعوت به اسلام کرد. از قرآن برای آنها تلاوت کرد. وقتی این 6 نفر سخنهای رسول خدا را شنیدند گفتند به خدا قسم این همان پیغمبری است که یهودی ها می گفتند دعوتش را قبول کنیم پیش از اینکه یهودی ها این خبر را بفهمند. مسلمان شدند و به مدینه برگشتند. اهل مدینه را دعوت کردند و با آنها گفتند ما همان شخصی را دیدیم که یهودی ها میگویند که، یعنی پیغمبری را دیدیم که یهودی ها در موردش سخن میکردند. هر خانه ای که در مدینه بود در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم معلومات داشتند. اکثر آنها مسلمان شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفات همسرش خدیجه رضی الله عنها تنها با دخترانش مانده بود. رسول خدا باید با زنی ازدواج میکرد که دخترانش را نگاهبین میکرد، با دخترانش در خانه میماند، دخترانش را یاری میکرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با سوده بنت زمعه بن قیس ازدواج کرد. سوده بنت زمعه از زنهایی است که از اولین ها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند. سوده با همسرش به حبشه هجرت کردند. یعنی قصه ازدواج سوده رو نقل کنیم. سوده رضی الله عنها همسر داشت و با همسرش به حبشه هجرت کردند و بعد از هجرتشون به حبشه باز به مکه برگشتند. همسر سوده وفات کرد. سوده بنت زمعه زن کلان سال بود، فرزند داشت، در فکر ازدواج هم نبود، بسیار زن صالحه بود. خوله بنت حکیم این همان زنی است که خدیجه رضی الله عنها را خواستگاری کرده بود به رسول خدا. خوله بنت حکیم به نزد رسول الله آمد و گفت یا رسول الله آیا نمیخواهی ازدواج کنی؟ رسول خدا گفت با کی؟ خوله گفت اگر بخواهی دختری باکره است، دختری که شوهر نکرده است، و اگر بخواهی زن شوهر کرده است، یعنی 2 تا اختیار داری. رسول خدا فرمودند دختر کیست؟ خوله رضی الله عنها گفتند دختر ابوبکر. رسول خدا فرمودند زن شوهر کرده کیست؟ خوله گفتند سوده بنت زمعه رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در مورد من با سوده سخن کن. رسول خدا میخواست ازدواج کند تا که دخترانش تنها نباشند. یعنی هرچندی که خوله زنی سوده زنی کلان سال است ولی بسیار زنی صالحه بود، میخواست که یعنی با دخترانش باشد. خوله به نزد سوده رضی الله عنها رفت و خوشخبری را برد. خوله به سوده گفت میدانی چی خیر الله متعال برایت آورده است؟ مثل که میخواست بگوید بین تو و بین الله چی است که الله متعال این بهترین کار را نصیبت کرده است؟ سوده گفت چی باشد این خیر؟ خوله رضی الله عنها گفت رسول خدا میخواهد با تو ازدواج کند. سوده بنت زمعه بسیار خوشحال شد که بهترین شخصیت دنیا او را خواستگاری میکند و او راضی شد. خوله بنت حکیم به نزد پدر سوده رفت، یعنی به نزد زمعه رفت و سخن کرد که میخواهد رسول خدا با دخترت، یعنی با سوده ازدواج کند. پدر سوده
زمعه گفت چه شخص بهترین، چه شخص کریمی است محمد. و ماه رمضان بود که رسول خدا با سوده بنت زمعه ازدواج کرد. بعد از ازدواج با سوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوله گفته بود که عایشه را هم به من خواستگاری کن. خوله به نزد مادر عایشه رضی الله عنها در آمد و گفت خوشخبری آوردم. مادر عایشه ام رومان گفت چی باشد خوشخبری؟ خوله گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهد با دخترت عایشه ازدواج کند. مادر عایشه ام رومان راضی شد، ولی گفت منتظر میمانیم تا اینکه پدرش بیاید. ابوبکر رضی الله عنه به خانه در آمد، دید خوله نشسته است. گفت خیر باشد. خوله گفت رسول خدا من را روان کرده است تا که عایشه را خواستگاری کنم. ابوبکر رضی الله عنه گفت حالا جواب دادن نمیتوانم، برای اینکه مطعم ابن عدی آمده بود و خواستگاری کرد عایشه را برای پسرش. هرچندی که مطعم مسلمان نبود، پسرش مسلمان نبود، ولی عهد داده بود، پیمان داده بود که اگر هر دو طرف راضی شوند عایشه را به پسر مطعم میدهد. و ابوبکر رضی الله عنه جواب نداد، به نزد مطعم رفت. وقتی که به خانه مطعم در آمد، مطعم با همسرش ام جبیر در خانه نشسته بودند. ابوبکر در آمد و پرسید آیا عایشه را میخواهید برای پسرتان؟ ام جبیر گفت نمیخواهیم. تو میخواهی پسر ما را با دخترت ازدواج کند، میخواهی پسر ما با دخترت ازدواج کند تا که پسر ما از دین اجدادانمان براید، یعنی مسلمان شود. ابوبکر رضی الله عنه گفت این سخن تو هست، اما شوهر تو مطعم تو چی میگویی؟ مطعم گفت من هم با همسرم در یک سخن هستم. ابوبکر رضی الله عنه از خانه مطعم برآمد و بسیار خوشحال بود. همین را میخواست که پسر مطعم با عایشه ازدواج نکند. به خوله رضی الله عنها گفت به نزد رسول خدا برو و بگو ما راضی هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ابوبکر رضی الله عنه آمد. ابوبکر رضی الله عنه آمد و عایشه را نکاح کردند. عایشه رضی الله عنها 7 ساله بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها نکاح کرد، ولی زندگی نمیکرد. ان شاء الله تعالی دوام قصه را یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.